سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. من سید احسان پورتاک هستم، یک وب مستر. حدود 5 سال سابقه کاری توی وردپرس دارم. قبل از اون برنامه‌نویسی انجام میدادم. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. امیدوارم بتونم مفاهیم رو خوب منتقل کنم. خب حالا می‌خوایم اصلا با هم بریم ببینیم وردپرس چی هست. ببینید، اگر تا همین 20 سال پیش شما می‌خواستید یک سایت داشته باشید، دو تا راه داشتید. یکی اینکه بیاید برید برنامه‌نویسی یاد بگیرید. یعنی چی؟ هر سایتی از یه سری کد تشکیل شده. حالا اگر بخواید اون کدها رو شما درست بکنید، باید برید زبانش رو یاد بگیرید، زبان اون کد رو یاد بگیرید. هر سایتی تشکیل شده از دو تا زبان نشانه‌گذاری به اسم HTML و CSS. این دو تا زبان فقط ظاهر سایت رو میسازن. یعنی چی؟ اگر HTML روی سایت باشه، به تنهایی فقط المان‌های یک سایت رو میتونید باهاش بسازید، طراحی کنید. زبان نشانه‌گذاری CSS اضافه میشه به HTML، میتونید به سایتتون استایل وارد کنید. خب اگر فقط HTML و CSS به تنهایی روی یک سایت باشن، یک سایت فقط طراحی شده. یعنی به فرض یک سایت کار نمیکنه، فقط طراحی شده. چه چیزی باعث میشه این سایت کار کنه؟ زبان‌های برنامه‌نویسی. برای طراحی یک سایت خیلی ساده، زبان HTML، CSS و PHP، به این سه تا زبان نیاز دارید. چقدر طول میکشه اینا رو یاد بگیرید؟ من میگم 3 سال طول میکشه یاد بگیرید و پیاده سازی کنید. اگر شما این 3 سال رو گذروندین و یک سایت رو طراحی کردین، اون سایت، من سوال دارم از شما، آیا کامله؟ مشکل امنیتی نداره؟ سایت میتونه کار کنه؟ خب طبیعتاً شما یک نفرید و اون سایت ممکنه که ناقص بشه. خب چی کار کنیم حالا؟ خب از اون زمان گذشته میام جلو که با هم طی کنیم و حالا ببینیم چی شده، تکنولوژی چجوری پیشرفت کرده، برنامه‌نویسای اون زمان چیکار کردن. راه دومی که میتونستید یک سایت رو باهاش طراحی بکنید این بود که یه پولی رو بدین، یه تیمی براتون اون سایت رو طراحی بکنه. چقدر بود هزینه‌اش؟ اون زمان خیلی بود، مثلا میگیم 1 میلیون. خب 20 سال پیش 1 میلیون خیلی پول بود، بعد هزینه می‌کردید. این 1 میلیون هم که دارم میگم، دارم به فرض میگم، شاید یک کسی ازتون 2 میلیون میگرفت، کسی 1 میلیون میگرفت. خب اون زمان خیلی هزینه زیادی بود. خب چیکار کنیم؟ یا باید 1 میلیون هزینه می‌کردیم، یا باید میومدیم مثلا به فرض می‌رفتیم 3 سال زمان می‌ذاشتیم. خب چیکار کنیم؟ یه سری برنامه‌نویس بودن، به صورت تیم ورک داشتن کار می‌کردن، مثلا حالا 10 سالم سابقه کار داشتن توی برنامه‌نویسی. اومدن گفتن آقا خب این سایت یه سری جاهاش ثابته، مثلا به فرض اون کادر جستجو هستش، لوگوی سایت هست، این دکمه ورود و ثبت نام هم هست. خب ما بیایم اینا رو طراحی کنیم، بعد یه سایت خیلی ساده در اختیار کاربر بذاریم، در اختیار اون کسی که می‌خواد سایت داشته باشه. اون کسی که می‌خواد سایت داشته باشه رو بهش یه پنل مدیریت بدیم، بتونه سایت رو بدون نیاز به کدنویسی طراحی بکنه. اومدن این سیستم رو طراحی کردن، اسمش رو گذاشتن سیستم مدیریت محتوا یا CMS. پس وردپرس چیه؟ وردپرس یک سیستم مدیریت محتوا یا CMS، سیستم مدیریت محتوا یا CMS. خب این چه کاری انجام میده؟ اگر خیلی عامیانه بخوام بهتون بگم، یه سایت خیلی ساده توسط یک تیمی طراحی شده و رایگان در اختیار شما قرار گرفته. شما میتونید این سایت رو بدون نیاز به کدنویسی تغییرش بدید، هر جوری که خواستید میتونید طراحیش کنید. حتی خیلی پیشرفته. ببینید، ما داریم توی این دوره به شما وردپرس رو آموزش میدیم یا میگیم وردپرس چی هست. دلیلش چیه؟ چرا من نمیام سیستم مدیریت محتوای جوملا رو به شما معرفی کنم؟ من گفتم اگر یک سیستمی بخواد طراحی بشه یا یک سایتی بخواد طراحی بشه، شما تکی نمیتونید اون سایت رو طراحی بکنید. خب اون تیمی که داره وردپرس رو مدیریت میکنه یه تیم خیلی قویه و تعدادشون زیاده. خب اگر تیم قوی باشه و تعدادشون زیاد باشه، طبیعتا سیستم از نقص کمتری برخورداره. خب اگر به روزرسانی نیاز داشته باشید چی؟ خب تیم قویه و سریعا به روزرسانی میده. بحث امنیتش چی؟ اگر تیم قوی باشه 100% امنیت اون سیستم هم میره بالا. خب این ویژگی‌هایی که گفتن همشون برای وردپرس هست. یعنی وردپرس هم امنیتش زیاده، هم سیستمی هستش که نقص نداره و به روزرسانی‌های مکرر میده. یکی از ویژگی‌های خیلی خوبی که وردپرس داره اینه که اوپن سورسه. اوپن سورس بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میتونید خیلی راحت اگر کدنویسی بلد باشید به هسته وردپرس دسترسی دارید و میتونید کدها رو تغییر بدید. البته این اصلا این منظور رو نمیرسونه که وردپرس امنیتش پایینه، چون شما میتونید خیلی راحت با یه سری افزونه بیاید امنیت وردپرس رو ببرید بالا که توی ویدیوهای بعد من
من بهتون توضیح میدم. حالا ممکنه که شما یک شغل دیگه داشته باشید، مثلا به فرض کارمند باشید، بخواید بیاید حالا وردپرس رو هم یاد بگیرید، یا ممکنه که اصلا بخواید تازه شروع بکنید و وردپرس رو یاد بگیرید. یه خبر خوب برای شما اینه که شما تو هر شغلی باشید میتونید بیاید وردپرس رو یاد بگیرید و زمان زیادی از شما نمیگیره. تجربه شخصی خودم، من جای کار میکردم و همزمان وردپرس رو هم داشتم کار میکردم و خیلی جالب که اون وردپرسه که توی خونه کار میکردم درآمدش بیشتر بود برای من تا اون حقوقی که ثابت دریافت میکردم. حالا شاید بپرسید که من چجوری رزومه جمع کنم، از کجا شروع کنم و چجوری حالا کسب درآمد کنم. ببینید اگر شما وردپرس رو یاد بگیرید، بعد از اینکه وردپرس رو یاد گرفتید میتونید سایت طراحی بکنید. من به شما پیشنهاد میکنم که حالا از اطرافیان خودتون کمک بگیرید، اونهایی که نیاز به سایت دارن براشون سایت طراحی بکنید. همون سایت برای شما میشه نمونه کار. پیشنهاد بعدیم به شما چیه؟ همه ما یه سری علایق داریم توی زندگیمون. مثلا به فرض من خودم خیلی به حیوانات علاقه‌مندم. الان هم یک سایت شخصی در زمینه حیوانات دارم، اطلاعات عمومیه. در زمینه حیوانات دارم در اختیار کاربران قرار میدم. میتونید یکی از حالا علایقی که دارید رو براش یک سایت طراحی بکنید و ثابت هم شده اون سایتی که اول طراحی می‌کنید میشه بهترین سایت شما و برای شما میتونه کسب درآمد کنه. همین مواردی که انجام میدید میشه نمونه کار شما و خیلی راحت میتونید برید توی شرکت ها استخدام بشید. پیشنهاد بعدیم برای شما اینه که به صورت پروژه محور کار بکنید. الان خیلی سایت ها هستن که به صورت فریلنسری به شما پروژه میدن. میتونید رزومه پر کنید برای خودتون تو این سایت ها، خیلی راحت پروژه بگیرید و پروژه رو انجام بدید. اگر حتی جای کارمند باشید میتونید بعد از تایم کاریتون این پروژه ها رو انجام بدید. طبیعتاً بعد از 1 سال یا 2 سال متوجه میشید که درآمدش خیلی بیشتر از اون درآمدیه که داشتید ماهیانه دریافت می‌کردید از اون کاری که قبلا بودید. خب ببینید، من به عنوان شخصی که 5 سال توی وردپرس فعالیت میکنم میام الان به شما یک پیشنهادی میدم. ببینید این پیشنهاد رو قبول میکنید یا نه. همین الان بهش فکر کنید و توی ذهنتون بهش جواب بدید. من به شما پیشنهاد میدم که آقا یک شغلیه که شما نمیخواد کاری انجام بدید توی اون شغل، یعنی یه مدت اولی کاری رو انجام میدید، بعدش دیگه کاری انجام نمیدید و اون شغل براتون کسب درآمد میکنه. اون شغل چیه؟ همین طراحی سایت. شما یکی از کارهایی که میدونید رو براش سایت طراحی میکنید، بعد از اینکه سایت طراحی شد برای شما کسب درآمد میکنه. حتی اگر شما در سفر باشید، شما رفتید یکی از حالا شهرهای اطراف دارید خوشگذرونی میکنید، اون سایت داره براتون کسب درآمد میکنه. پس پیشنهاد خوبی اگر بیاید وردپرس رو یاد بگیرید و شروع کنید. خب دوستان، اگر سوالی داشتید میتونید توی بخش کامنت ها از ما بپرسید. یادتون نره که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا پست های جدید رو از دست ندید. خیلی خوشحالم که این بخش رو با ما همراه بودین. امیدوارم که این بخش براتون کاربردی بوده باشه. تا ویدئوی دیگر، خدا نگهدار.